این مینی اهری خوشمزه. واسه کوچولوهامون خیلی خوبن. 3 عدد تخم مرغ را داخل ظرف ریخته هم میزنیم. سپس شکر را اضافه کرده 1/3 لیوان روغن و شیر اضافه می‌کنیم. به 5 لیوان آرد 2 قاشق غذاخوری زنجبیل و بیکینگ پودر اضافه کرده 1 دست می‌کنیم. نصف مواد خشک با هم زن زده و بقیه مواد را با قاشق به هم می‌زنیم. خمیر آماده شده را سیلیکون کشی کرده نیم ساعت داخل یخچال استراحت می‌دهیم. خمیر را پهن کرده با کاتر به اندازه دلخواه در می‌آوریم. 2 عدد زرده تخم مرغ را روی خمیر زده با چنگال شکل داده و کنجد اضافه می‌کنیم. در دمای 180 به مدت 10 دقیقه داخل فر قرار می‌دهیم. امیدوارم لذت برده باشین نوش جان.